ما تا زمانی که نه یک از ما را نزنه او چنده نمیخیزیم. تمامی کار امام علی بر ضد ما تطبیق کرده، همه کار کرده است. زنها را مثلا برد در غلامی داد، مردا را برد کش در این داخلی ترما. یک بار دفاع نمیکنه. امروز ما مرز بومو دفاع میکنیم. چی میکنه؟ نمی گپ دروغ گفته. عزت همون بردن محکم کن، کرامت شریف بردن. بیان همین مسلمان حقیقی بشیم. هم خیلی هوا در گپ زنی را چی میکنیم؟ ما هم دوست می‌داریم هم دیگر، ما هم نمیخوایم یک کم بغل یک چیزش مثال در دست یک دشمن بغلته. نه که این امام علی همه را برده کشته است. چی کاری بخواه میکنه؟ هیچ نمیگن. بر سر دست قرقیز چیزا همون مسئله میشه با مثال به صلح زمان کار دیده. یک قدر ما جوان مردا را کشته است، تمام کار کرده است. غلامی هر چی که میگه مثلا چیزش میکنیم، این گپش قبول کرده استین. این نه امنیت‌های بدبختی که برای 2 پول برای یک ستاره سر کتیف زناتون طلاق شدگی های. هر کاری بگاتون میکنین بر ضد خلق کم بغل از زور شما. کو امروز بخیزین کو یک گپ بزنین تمام زمینا را فروختگی های. خلق همه را نست نابود کرده آدمای بسواده. شما ناموس داره که برای یک گویله غلام امنیتی ملسای کی بدبخت چخل زن طلاق شدگی درک نداری. هر کسی که الله میگه بسم الله الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، میگه هر کسی که در امر الله ضدیت میکنه اگر چیو رحمان و طاغوت باشه او کسی که باشه نباشه او را امر میکنه بر ضد سرش خونش حرامه اگر چی نمیفهم. این قدر جز همین کار بوری که ما را کرده همین امالی و یتیم و فرام از اون زوده کرده هر کاری دشمنا بخوان بر ضد خلق ما میکنه. در جهان ببینه پسترین نام اور ناموس به قدرترین ملت ما تاجیکا ما میشیدگی. ایروی که فقط خونه میگم ماشین میگم پول میگم زنامونا گرفته استفاده برده استن. همین تا چنده که حضرت پیامبر میگه ایده بی مال دنیا بگردین همون قدر استفاده تو میکنن هم قبل ناموس میشین. والله امام علی همین را استفاده کرده است. یارم میگم خیلی نرخ نوا را ببرداریم تا چندی که خلق بیدار میگه همین پرابلم گیشنگیشون در وابسته بشن بگردن. ما همگی باید بخیزیم دفع شو بگیم امام علی دفع شو حکومت نکه در زیر بر مخابرین ما در کار نیستی. تمام جنگ 90 ما دمو مایل همون 90 امیر امام علی در خوب ما فقط ترس میته که 90 ای بچه امام علی خدا نیست ما در امنیت در کار نیست امام علی بیزار من دی بوم بریم همین نباشید بالای سر ما بیزار همین تلویزیون شیدگی ما صورتی تو اگر تمام این کدام دولتی بخیزه بگن همین پرچه ما های نایجا ما میگه بیا خپ دم متیمت یک کم تا تیرپرونی بکن یگون کار بکن با خاطر میدونه خلق این ناراضی های نه که اما خلق ترسونچه که بیسواد کشیده ما دنیا دوستدار خانه پرست ترسونچه کشیدگی ولی بعضی ها پدراش نبردگی پوست کردگی نمیخیزنه. توبه کن پروردگار. یه مردم کجا میرن همین راسیه شما همین کجا میرن فقط باید برن پتن بکن او شب سمالیات بده همه همین را حسابتون کردگی همه قپولی کار بکنن که بخرین. مرد هسته یک مرد تو چند همین مردن میگرزن همون قدر مرده به شما نزدیک میشوه. میگم مسلمانیم روزه میگیریم اما با کتاب الله ایمان نداریم. بسیاری هم همین خیلی خفه نشین. ریشا هم خیلی دروز بسیار گپ میزنن میبینی یک خپ بودم میگویا اینا در دیگه چیه نه که وقتی سخن امام علی میگه نام امام علی را میشنوه بیچاره نمیدونه در کجا جوگا بشم. بیان مسلمانی حقیقی بشیم که امام علی نامون را بشنوه باید بترسه. والله کتاب الله را شما به خاطر چی دور کردید؟ به خاطر که ترس در قلب شما بدروه. الله سبحانه و تعالی میگه بسم الله الرحمن فلا تخافوا و خافونی ان کنتم مؤمنین. میگه اگر شما مؤمن هستین از ما بترسین. و ما میبینیم که ما همین ایمانی ما همین مطابق همین کتاب هسته. بنام ابو حنیفه فریب کرده است. ابو حنیفه والله همین گپایی که همین مولای همینجا میگن عموما در گفتگی نیست. در اون کتابش این کتاب هم از ساختگی امام علی است. این خیلی مرخ دل نبود امام ابو حنیفه ترمه را به گردن میگرفت نه که متهم نبود. رنگ این بدبختان متهم نبود. تاریخش در گیش نه دنیا رفتگی نه تسلیم شدگی نیست. جسد چما خوندگم امام ابو حنیفه را تاریخش جسد شدگم وقتی جسد همیشه شکم همیشه که یگان اخلاقی باشه در داخل بنده خالی بشه و هیچی برآمدگی نیست. گروسنگی را این اونم مسلمان حقیقی میگن ابو حنیفه این دمای ابو حنیفه میگن اینا بیچاره نامش شنیدگی نه که تاریخ زندگی مردانی جسارتی او را شنیدگی نیستن. هیچ خیلی میگه که مثلا میوین نه عزت همون هم نه نشون دادن نه یگان چیز این خلق خاموش شده
این مردم چی مقصد دارن؟ همین باید بخرن برن در اونجا پاتین بکنن بیان همینجا یک پشک بخرن با بلیط بگیرن با روستای اومدن پولو رو روی کنن هم خیلی همین زندگیتون همین مقصد هم یک برن کار بکن بیان در اینستایی بتنه اومدی رای قپولا بتن اومدی نمیگه بیا داد سیما بته همه نرخ خبر داشتگی چی سمالیات چی پلیس چی بنزین قطی ها همین خیلی میگیری پولا اگه مردم که خلومت شوا بیان بس کنن همیش 3 و 4 متوقف بکنن خودشو زورت نکنه بیا خونت میتم همه داکمنت تا حسابی مو همین زوراتو نکن من خر آدم بگن همیشه میبرم شرفدین شویده بگن خر 5-6 مونار نه تاجیکستان بر بگرده و بر بگرده بیا یک گپا نره سمالیات پمالیات هیچ جا نبره نه تاجیکستان من خودش زورت میکنه که بیا ما دگاور کگیم هم نه قدر پول همه چیز ارزون نشین ما چه چیزی میگیم بگین خیلی باور که نمیدونم خیلی چیزی که من مقصد اینمی اندیشه ما بده که یگون کس اگر مقابل باشه و بعد ببینه صحبت را بخشش عذر میپسنده این موی شریف رمضان یگون و اگر عزت نفس یگون تو رسیدگی باشیم